به سنت جورج و ویلاهای اختصاصی در سواحل غربی قبرس با بهترین طراحی برای خوشبخت‌ترین مردم دنیا خوش آمدید. تمامی ویلاهای ما از طراحی منحصر به فرد با مبلمان ایتالیا، کفپوش مرمر و چوب طبیعی با سیستم کنترل درجه حرارت کف اتاق‌ها و البته فناوری خانه هوشمند برخوردار هستند. با استفاده از فناوری‌های روز تمام سیستم منزل تحت کنترل شماست. تنها با فشار دادن بر یک دکمه می توانیم پرده‌های اتاق را بالا یا پایین برده، نور داخل اتاق‌ها را کنترل کرده و از جکوزی، استخر و آبشار و هر آنچه که لازم دارید بهره ببرید. سنت جورج دارای 150 ویلا با 7 پلان متفاوت است. مساحت هر ویلا بین 295 تا 935 متر مربع طراحی شده که هر کدام 4 تا 10 اتاق خواب دارند. برای ساخت این ویلاها از مصالح کاملا طبیعی از قبیل سنگ، چوب و گرانیت استفاده شده است. تمام فضای داخلی و خارجی این ویلاها و حتی آشپزخانه با ظرافت و زیبایی خاصی طراحی شده. ما فقط از فناوری نوین و تجهیزات پیشرفته تولید کنندگان بزرگ دنیا برای ساخت ویلاها استفاده می‌کنیم. آیا می‌دانید کپ سنت جورج چیست؟ مکانی ایدئال برای خانواده شما، مکانی مملو از آرامش و امنیت برای شما و خانواده‌تان. چشمانداز و مناظر بی‌نظیر و همچنین غروب حیرت انگیز خورشید کارت ویزیت کپ سنت جورج هستند که حاصل انتخاب درست محل در غرب قبرس است. وظیفه اصلی مجموعه ما این است که آسایش و راحتی فراموش نشدنی برای شما فراهم کنیم. فقط ریلکس کنید و لذت ببرید. کارکنان کاملا حرفه‌ای ما تمام تلاششان را می‌کنند تا شما استراحتی فراموش نشدنی در قبرس داشته باشید. اجازه دهید شما را با کلاب هاوس کپ سنت جورج آشنا کنم. به کپ سنت جورج خوش آمدید. تراس بزرگ زیر آسمان آبی با ظرفیت 110 مهمان و رستورانی با ظرفیت 80 نفر. ما برای برگزاری یک مراسم رویایی ازدواج، جشن تولد، غسل تعمید و یا حتی دیدارهای تجاری بهترین راه حل را به شما پیشنهاد می‌کنیم. چند نفر میتونن همزمان صبحونه بخورن؟ 5 نفر. در رستوران کپ سنت جورج طعم بهترین غذاهای تهیه شده از مواد تازه، انواع خوراک گوشتی و یا غذاهای مختلف دنیا را امتحان کنید. در رستوران ما سرآشپزهای با تجربه و خدمه با دقت حضور دارند. سرویس این رستوران بی‌نقص است. کلاب هاوس یک هتل فوق‌العاده 5 ستاره است که به شکل کلوب کار میکنه. اینجا همه چیز فقط برای مشتریان داخل هتل آماده میشه. مهمانان و میزبانان ویلا به هر اندازه که بخوان از حضور در رستوران، بار و استخر لذت میبرند. در این محل 4 هتل لوکس برای مهمانان خاص با وسایل رفاهی بیشتر قرار گرفته است. راننده شخصی، پرستار کودک، باغبان، خدمتکار شخصی و دیگر خدمات مورد نیاز 24 ساعته در اختیار مهمانان این هتل ها هستند. وظیفه ما انجام تمام خواسته های مشتری است. اگر به فکر برگزاری یک ملاقات کاری یا هر نشست بزرگی هستید، می توانید از خدمات سالن کنفرانس استفاده کنید. خدمه با تجربه ما همیشه آماده رفع مشکلات هستند تا فضای بهتری برای برنامه‌های شما فراهم شود. در سالن کنفرانس از تجهیزات فوق مدرن استفاده شده که تمام نیازهای مشتریان خاص ما رو برآورده می‌کنه. کلاب هاوس مجهز به سالن ورزشی و اسپا آماده خدمات دهی است. در فضای مملو از آرامش و هارمونی استراحت کنید. تکه‌ای از بهشت را در زمین تجربه کنید. ما برای استراحت افراد پرهیجان هم پیشنهاداتی داریم. ورزش‌های متنوع آبی در مانیکی بیچ انتظار شما را می‌کشند. امکانات ما به اینها محدود نمی‌شود.
ما باز هم پیشنهادات جالبتری برای شما داریم. به رانچ سن جورج خوش آمدید. اینجا همه از تازه کار گرفته تا سوارکار با تجربه اسب مورد علاقه خود را پیدا می کنند. ما 2 مدرسه سوارکاری داریم، پرش از روی مانع و مسابقات سرعتی. اداره کلاس ها به عهده مربیان حرفه‌ای ماست. کودکان 3 سال به بالا می توانند در مدرسه سوارکاری ثبت نام کنند. بزرگسالان و کودکان بزرگتر هم می توانند سوارکاری یاد بگیرند یا حتی مهارت‌هایشان را کامل‌تر کنند. مناظر زیبای جزیره این نقطه را به گردشگاهی فوق‌العاده در ارتفاعات تبدیل کرده است. هر چه بخواهید در اینجا وجود دارد. غارهای دریایی و آب زلال دریا مکانی بی‌نظیر در دریای مدیترانه برای شنا و شیرجه هستند. در فاصله کمی از ویلاها یک استخر طبیعی منحصر به فرد قرار گرفته که آب آن تمام سال برای شنا مناسب است. علاقه‌مندان به تاریخ و رمانس هم می‌توانند تا جزیره‌ای نه چندان دور از این محل به نام سن جورج که تنها ساحل غربی قبرس است شنا کنند. طبق یک افسانه کلئوپاترا در این مکان دعا و مناجات می‌خوانده. پارک ملی آکاماس تنها نقطه دست نخورده و بکر در قبرس است. درست در همین محل یکی از بزرگترین حفره‌های دریایی تو در توی مدیترانه واقع شده است. آکاماس در فهرست میراث دولتی و یونسکو قرار گرفته است. با کوادروسیکلت و یا حتی بگی به راحتی تا پارک ملی می رسید. در فاصله بسیار کمی از کپ سن جورج یک مدرسه خصوصی بریتانیایی قرار گرفته که کودکان 3 سال به بالا را برای آموزش ثبت نام می کنند. به مدرسه TLC خوش آمدید. مدرسه ما در محلی ایدئال در فاصله نزدیکی از پارک ملی آکاماس قرار گرفته. درست در محل ورودی مدرسه یک موزاییک دوران باستان به چشم می‌خورد که از میراث تاریخی قبرس به شمار می‌رود و تا به امروز به خوبی حفظ شده. این موزاییک به ما یاد می‌دهد که طبیعت منحصر به فرد و فرهنگ این نقطه را باید حفظ و نگهداری کرد. ما به کودکانمان یاد می‌دهیم که مراقب محیط زیست اطرافشان باشند. دانش آموزان این مدرسه می توانند روی طرح‌هایی در باغ وحش کار کنند که 5 دقیقه از مدرسه فاصله دارند. هر سال در ماه ژوئن مراسم بازگشایی مدرسه برای تمام بچه‌های علاقه‌مند به فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم برگزار می‌شود. مدرسه همزمان با فراگیری کامل زبان انگلیسی اوقات خوشی را در مدرسه می‌گذرانند. ورزش یا شنا می‌کنند یا خودتان می‌بینید که چه کار می‌کنند. در مدرسه TLC ما سعی می‌کنیم بهترین برنامه آموزشی را برای بچه‌ها آماده کنیم. معلمین ما از افراد کاملا با تجربه و شیوه‌های آموزشی پیشرفته و موثر هستند. ما به دستاورد امروزمان اکتفا نمی‌کنیم. معلمین ما پیوسته مهارت و توانایی‌هایشان را بالاتر می‌برند. قبرس 340 روز در سال هوای آفتابی، تابستان واقعی و زمستان ملایم شرایط آب و هوایی ایدئالی را به وجود می‌آورد. این شرایط هم برای زندگی افراد و هم کار کشاورزی ایدئال است.
در اینجا عملاً همه گونه‌های گیاهی و حتی موز، انبه و پاپای هم می‌روید. به پافوس خوش آمدید. شهر آفرودیتا، شهر زیبایی و هارمونی. به مرکز گردشگری دریای مدیترانه خوش آمدید. این نقطه از زمین در طول قرن‌های متمادی میزبان میلیون‌ها مهمان بوده. امروز پافوس یک مرکز گردشگری به روز است که آینده بسیار درخشانی دارد. در سال 2017 می توانیم با افتخار تمام عنوان پایتخت فرهنگی اروپا را دریافت کنیم. پارک ملی شبه جزیره آکاماس، جزیره سن جورج، پلاژ اختصاصی مانیکی بیچ، غارهای معروف دریایی، رنچ جورج، باغ وحش پافوس، مدرسه خصوصی انگلیسی TLC، بندرگاه دریایی، فرودگاه بین‌المللی پافوس، 4 ساعت فاصله از مسکو، 5 ساعت از لندن و 9 ساعت از پکن. ترمینال جدید فرودگاه پافوس سال 2008 احداث شد و امروز شما می توانید با پروازهای مستقیم به این محل سفر کنید و پس از 20 دقیقه در کپ سن جورج باشید. ویلاهای کپ سن جورج برای آسایش و راحتی شما هستند. به اینجا خوش آمدید. ما فضای آرام و اختصاصی برای شما فراهم می‌کنیم. اینجا خانه‌ای راحت با کیفیت استثنایی انتظار شما را می‌کشد. در پایان باید بگوییم که با خرید ویلا در کپ سن جورج شما می توانید در اقتصاد قبرس سرمایه گذاری کرده و بعد از گذشت 3 ماه شما و خانوادهتان اجازه زندگی در جزیره و اقامت دائم اتحادیه اروپا را دریافت کنید.